مرد ثروتمندی بود که پسری داشت که به زودی از دانشگاه فارغ التحصیل میشد. پسر آرزو داشت یک ماشین جدید هدیه بگیرد، در حالی که پدرش به او وعده یک هدیه خاص در روز فارغ التحصیلی داده بود. روز فارغ التحصیلی فرا رسید و پدر به پسرش یک دفترچه یادداشت شیک هدیه داد. این هدیه پسر را بسیار ناراحت کرد، چرا که احساس می‌کرد به آرزویش نرسیده و به شدت ناامید شده بود. او خانه را ترک کرد و دیگر باز نگشت. سالها گذشت و پسر به مردی موفق تبدیل شد، اما همیشه از دوری از پدرش احساس پشیمانی می‌کرد، تا اینکه روزی خبر فوت پدرش به او رسید. او به خانه برگشت و جای خالی پدرش را حس کرد. هنگام جستجوی اتاق کار پدرش همون دفترچه یادداشت رو پیدا کرد که پدرش در روز فارغ التحصیلی به او داده بود. دفتر را باز کرد و با تعجب دید که داخل آن یک کلید ماشین قرار دارد و روی یک برگه نوشته شده بود: پرداخت شده به طور کامل، خاطراتت را اینجا بنویس. پسر با دیدن این یادداشت متوجه شد که هدیه ساده پدرش چه ارزش بزرگی داشته است و از اینکه آن را درک نکرده بود عمیقاً پشیمان شد.